با بخش سوم از نکستاک 4 در خدمت شما هستیم. محوریت صحبتمون توی این بخش سخت افزار و منابع انسانی هست که اولین سوال رو دارم از آقای متین‌پور عزیز از تیم بیت 24. با توجه به پوزیشن شغلیتون که شما تیم لید هوش مصنوعی هستین، جنس سوالم اینه که بیشتر در رابطه با الگوریتم ها و سخت افزار میخوام از شما سوال بپرسم که حالا 2 تا از اصلهای بسیار مهم در تیم شما هستن. عرضم به خدمتتون که در حال حاضر به نظر شما ما در بخش سخت افزار به خصوص در بخش پردازش کجای مسیر هستیم و اینکه برای پردازش داده‌های سنگین و با حجم بالا که توی سازمان شما خیلی عرفه، این سخت افزار رو شما چجوری تامینش میکنید، از کجا بالاخره بهش فکر کردید و تامینش میکنید و چالشاتون چی بوده و چجوری حلش کردید؟ والا 3 تا مورد که اشاره فرمودیدم، بحث دیتا هم سخت افزار هم منابع انسانی. حالا من نمیدونم، حالا این رو میخوام به این صورت بیان بکنم. حالا تو فضای هوش مصنوعی، حالا بیشتر چون خیلی هم های تک داره کار میشه، عمدتاً خیلی مورد چاف قرار میگیره. یعنی شما خیلی فضا رو ما مهندسی نمیبینیم، عملاً فناوری بیس داریم میبینیم. یعنی این خود همین هم باعث میشه که ما فضای صنعتمون یا فضای اقتصادمون از این منتفع نشه و در این باره ما شاید سالیان اخیر خیلی خوب لژیونر تربیت کردیم برای اون طرف، خیلی هم از نیروهای نخبه‌مون رو از دست دادیم. پس عملا ما نمیتونیم وزن اینها رو شاید حالا تو این سوال داره مطرح میشه کنار هم قرار بدیم. شاید بله یه سری شرکت‌هایی هستن که توی سخت افزار پیشرو شدن، پیشگام شدن، ریسورس هایی رو دارن برای شرکت‌های دیگه به کشورهای دیگه تولید میکنن و همه دارن ازش استفاده میکنن. خب اونها دیگه به یه صنعت مادر تبدیل شدن و ما میتونیم بگیم بله از اونا رو میتونیم، اونا یه سری زیرساخت‌های حیاتی هر صنعتی امروز تبدیل شدن، ما باید اینا رو داشته باشیم. بحث دیتا هم خودش میاد بستر خود پلتفرم قرار میگیره. در واقع ما باید پلتفرممون به اندازه کافی بزرگ شده باشه، انقدر دیده شده باشه، انقدر تو کشور یا تو بخش‌های مختلف نهادینه شده باشه که ما بتونیم دیتای خوبی گردآوری بکنیم. اما بحث پردازشی من بخوام خدمتتون بگم، یعنی عملاً الان یکی از موارد رقابتی تبدیل شده. یعنی ما حجم خیلی قابل توجهی دیتا داریم و اینکه الان اوپن ای آی میتونه به 6000 تا جی پی یو دسترسی داشته باشه، یا ما همون یعنی در یک کشور ثالث دقیقاً ما همین ریسورس ها رو به این سادگی دسترسی نداریم. یعنی خود اینا رو محدودیت گذاشتن، فقط اجازه میده که خود صنعت خودش از این استفاده بکنه. و این سوالی هم که شما دارید میفهمید دقیقاً چالش اصلی خود ما هم هست. یعنی حالا اگه بخوایم داده ها رو پردازش بکنیم یا بخوایم یه سیستم هوشمندی توسعه بدیم که فضا رو بهینه بکنه، یه چالش اصلی در این زمینه داریم. و یه سری ریسورس های که حالا با منابع محدود تو کشورم حالا قابل دسترس هست، یعنی ما راحت میتونیم از اونا بهشون دستی پیدا بکنیم و ازشون استفاده بکنیم، ولی عمده‌اش باز برمیگرده بس تحریم ها متاسفانه که حالا صرفا کشور ما هم نیست، حالا شاید یه خورده کشور ما بیشتر داره میشه. الان خود اپل یه سری سی پی یو داره فقط در اختیار خود خاص خودشه، حتی شرکت‌های رقباش هم اینا رو نمیده. خب یه سری که دیگه محدودیتی که همگانیه که اونا رو بحثی نداره، ولی اون بخشی که حالا صرفا بحث خود ما برمیگرده دیگه، اینها باعث کندی خود توسعه محصولات هوش مصنوعی میشه. گاهن هم حتی توی مثلا 6 ماه فاصله میگیره، حتی دیگه شما بخواید اون سخت افزار هم داشته باشید محصول تولید بکنی، اصلا فضای رقابتی برای شما نمیمونه. حتی من یه نمونه میخوام مثلا به لحاظ حالا سخت افزاری خدمتتون بگم، سی پی یو AMD به وفور معماریش قوی تر از اینتل بود، ولی اینتل 6 ماه زودتر بازار را قبضه کرد. کل شرکتایی که تو دنیا بودن اومدن کانفیگاشون رو اون سخت افزار توسعه دادن، دیگه اصلا توجیه نداشت که برگردن عقب روی AMD پیش برن. و عملاً هم یعنی خود مدیر عامل مایکروسافت هفته جاری هم به این اشاره کردن که ما
اوپن ای آی 2 سال بدون رقیب روی همین مدل های زبانی کار کرد. یعنی اولا برای خودشون هم شده معضل. یعنی خب این رو فقط من از این جنبه میتونم بگم که یه خورده باید فراتر از جنبه یا بودجه شرکت هاستی، از بودجه عمومی به نظرم این زیرساخت‌ها باید آماده بشه و یعنی اون شاهراه‌ها عملا در اختیار دولت و حاکمیت. به نظرم این گلوگاه‌ها رو باید برداره تا بتونیم ما با از این ظرفیت به اقتصاد کمک بکنیم. و بحث منابع انسانی هم طبعاً یه چالش اصلی، خیلی چالش بزرگی داریم. هر چقدر حالا یه خورده بچه‌ها دارن تو ایران به یه نقطه خوبی میرسن و میخوان بهره‌وری داشته باشن، خب فضای اون طرف براشون فراهم میشه و از کشور دارن خارج میشن. و این رو حالا یکی از اساتیدی که الان یه مسئولیت بزرگی هم در سطح وزارت ارتباطات داره، قبلا این رو تو کلاس ما خدمتشون بودیم، به ما گفتن که ما فضای تخصصی خیلی مشکل داریم. شاید نظام مهندسی رو ما شاید یه خورده تو رشته خودمون، حالا تو فناوری اطلاعات من فکر می‌کنم باید یه فکری بهش بشه. نظام پزشکی چرا انقدر گارد داره به نسبت به پزشکا، چقدر حافظ منافع اونها هست، ولی تو نظام مهندسی ما خیلی شاید یه نفر از یه رشته نامرتبط رو میاریم تو یه فضای دیگه به کار میبریم، اثرش بلند مدت خودش بروز میده، ولی تو فضای پزشکی اینطوری نیست. من حالا میگم حالا یه خورده اینا محل بحثایی که حالا زیرساختی باید سمت دولت بره، ولی بحث خود نیروهای متخصص هم خیلی چالش بزرگی داریم که حالا عمده‌اش همینی که الان داریم میگم لژیونر داریم تربیت میکنیم، عملا همینا رو داریم میفرستیم میرن اون سمت. حتی اگه زمین فوتبال هم که میخوایم اینا رو مقایسه بکنیم، یه لیگ برتر مثلا در نظر بگیرید تا مثلا یه سری لیگ هایی که دارن با کیفیت عالی دارن توپ میزنن، خب طبیعتا اگه یه بازیکن یه خورده سطحش میره بالاتر جذبش میکنن. اتفاقا اون نکته‌ای که گفتین خیلی دوست داشتم. من خودم به شخص تا حالا اصلا چنین چیزی به ذهنم نرسیده بود. خیلی جالبه. نظام پزشکی راست میگین خیلی پشت نیروهاش هست، چرا نظام مهندسی پشت ما نیست؟ آره خیلی جالبه. ولی یه چالش دیگه هم هست، اینی که خیلی راحت ببینید ما یه نفر برنده دانشمند شیمی رو به خودش نمیده، دانشمند فیزیک به خودش نمیده، ولی الان طوری شده یه خورده شاید فضای آموزش ما هم یه خورده محل بحثه. طرف یه دوره 3 ماهه 6 ماهه میره برند خودش دیتا ساینتیست میذاره. خب این باعث خواهد شد یعنی صنعت ما افرادی رو داریم میاریم به کار میگیریم با اون ظرفیت انتظار داریم کار پیش ببره. خب شما انتظار حالا نمونه هایی داریم، یعنی پروژه‌ای در سطح میلیون دلاری میلیارد دلاری در کشور راه افتاده و خروجی شده، حالا شاید حالا مناسب نیست من ازشون اسم بیارم، و خروجی بوده که شاید حالا صرفا یه جنبه تبلیغی داشته و به نتیجه نرسیده. خب اگر این صنعت پا نگیره و یه محصولی نداشته باشه در ادامه هم اون تقویت نخواهد شد، یعنی فقط حالا زیرساخت کلا فیل خواهد شد. حالا این چالش‌هایی بوده که حالا من فکر می‌کنم هم به لحاظ نیروی تخصصی نظام مهندسی باید حالا تو این زمینه خیلی فکر بشه. تو بحث زیرساخت هم حاکمیت دولت رو من خیلی موثر می‌بینم که حالا پلن‌های دارن میچینن، ولی از سمت تحریم‌ها هم چالش‌های خیلی عمده. متشکرم. توی نکست تاک های قبلی یکی از نکاتی رو که حالا آقای متین پور هم اشاره کردن، دوستان میگفتن که بحث مهاجرت هستش که خب همگی بهش واقف هستیم و میدونیم که چقدر چالش برانگیز شده تو حوزه منابع انسانی. یه نکته قبلا میگفتن این که نیروی متخصص نیست. توی نکست تاک قبلی اگر برگردید و ویدیوش رو ببینید میگفتن که نیروی متخصص هایی که رفتن هیچی، اینایی هم که هستن اون همه متخصص نیستن. یه نکته ای رو که شما فرمودین بحث رزومه‌ای بود. به نظر من ریشش برمیگرده به اون رزومه. به قول شما حالا نیرو جونیوره، بعد میره یه دونه 2 تا دوره میگذرونه، میاد توی لینکدین میزنه که من حالا سینیورم یا مید لولم و همین کسب و کارها رو داره دچار چالش میکنه. این هم نکته جذابی بود. مرسی آقای متین پور، سپاسگزارم. سوال بعدی رو از آقای فیروزی بپرسیم. آقای فیروزی، شما میون صحبتاتون اشاره کردید به اینکه حالا تو بخش‌های مختلف هلدینگ کار کردید و به تبع با سطوح مختلف افراد سر و کار داشتید و میشناسیدشون. میخوام بدونم که تو حوزه دیتا به نظر شما چقدر مهارت‌های نرم و چقدر مهارت‌های سخت میتونه تعیین کننده اون مسیره باشه؟
خب مهارت‌های سخت که پیش نیاز ماست، دستمایه کارمونه و البته قابل یادگیری هم اگر هست. لطفاً نام ببرید هم ممنون میشم، چون ویدیو رو میبینن جذاب‌تر میشه بحث صحبت‌های شما. بذارید خیلی کلی من بهتون بگم چیزی که من دارم میبینم توی بحث داده و مدیریت داده. ما خیلی نیاز داریم به تعامل، همونجوری که جناب گلدسته فرمودن. حالا بخش تعامل با بیزنس جزء مهارت‌های نرم تعامل واقعا. با بحث ساید بیزنس رو فرمودن، من کلی دارم میگم. بچه‌هایی که دارن کار دیتا میکنن، نگهداری داده میکنن و دارن ریپورت میدن، ساپورت میکنن، توسعه میدن، واقعا نیاز به تعامل دارن. یعنی باید با بیزینس، با خودشون، با هم دیگه. من شما یه تیم 5 نفره رو تصور کنید. یه نفر وظیفش ETL داده است، یه نفر وظیفش پاکسازی، حالا در حین ETL پاکسازی داده، یکی بحث تجمیع داده است، یکی اونو تبدیل میکنه به داده های حالا اولب، یکی هم میبره ویژوال میکنه این داده رو، خروجی اون تحلیل ها رو ببخشید ویژوال میکنه. خب اینا اگر تعامل نداشته باشن چه اتفاقی میفته؟ شما تصور کنید یه موضوعی ما توی ETL داریم، اینا با هم صحبت نمیکنن، تعاملی ندارن. این منتقل میشه به لول بعد، منتقل میشه به مرحله بعد، میاد شما روی داشبورد خروجی که میبینی متناقضه، مشکل داره و نتیجه زحمات همه این 5 بزرگوار بعد از صرف چندین ماه نتیجه میشه یه مشکل و تمام این کار باید دوباره بازبینی بشه، مشکل عیب‌یابی بشه، در صورتی که اینا توی کارشون با هم تعامل داشته باشن. اگر ما توی تیم و اون حالا مجموعه‌ای که دارن با هم کار میکنن نالج شیرینگ وجود داشته باشه، اگر به درستی جاب روتیشن وجود داشته باشه، ما شاهد این دست مسائل نخواهیم بود و خیلی صرفه‌جویی میشه تو انرژی مصرف شده همون بچه‌ها که دارن کار میکنن. من در خدمتم اگر جواب سوال گرفتید. مرسی، ممنونم. فروشگاه خانومی یک فروشگاه اینترنتی هستش که فرهنگ خرید رو میشه گفت تا حد خیلی زیادی در ما خانوم ها تغییر داده. محصولاتی رو داره میفروشه که ما خانوم ها خیلی سخت اعتماد میکنیم اینها رو آنلاین بخوایم سفارش بدیم، یعنی تا تستشون نکنیم پول نمیدیم خرید کنیم. درست میگم؟ و واقعا این فرهنگ رو عوضش کرده دیگه، خیلی جا افتاده بودش. حالا میخوام بدونم که این فرهنگ در دل تیم شما هم جریان داره، توی دل تیم خانومی، کلا سازمان خانومی جریان داره این فرهنگ، اون جسارته، اون تغییر دادنه؟ اساساً راه اندازی یک کسب و کار بزرگ توی کشور ما این جسارت رو میخواد. قطعاً. مهارت‌های نرمی که حالا اشاره هم شد تو صحبت دوستان، یه جوری به تو کل بدنه شرکت باشه. دقیقاً دنبال همین بودم. من میبینم و واقعا هم از بالا به پایین این سرریز میشه. میبینیم ما واقعا، حالا خارج از هر گونه جایگاهی من این صحبت رو میکنم، که تو سخت‌ترین شرایط، توی پر استرس ترین شرایط، تغییر قوانین ناگهانی توی کشور ممکنه یه بیزینس رو زمین بزنه. اون روحیه پیگیری و اون دنبال حل مسئله بودن از شخص مدیر عامل واقعا سرازیر میشه به سمت مدیران میانی و کارشناسان. خب این یه رویکردیه که ما همیشه داریم، جلسات مختلف، حالا هفتگی، ماهانه و موردی باید اجایل باشیم. ما تو یک در واقع ای کامرس داریم کار میکنیم، ممکنه یک قانونی همین امشب تصویب بشه، ما فردا صبح در موردش جلسه بذاریم. این در واقع اجایلیتی باید وجود داشته باشه. قاعدتاً توی یه شرکتی مثل خانومی هم این مورد وجود داره و نکته دیگه‌ای که توش وجود داره
اعتماد کردن به آدم هست. یعنی کار رو سپردن، حالا شاید خیلی شعاری باشه این حرف، اما حالا من خودم تو مصاحبه های اچاری که مصاحبه های در واقع جذب نیرویی که تو مجموعه داریم و حالا خودم مسئولش هستم، حتی مقدور اصلا تسک فنی نمیدم. میشم بپرسم علتش چیه؟ سعی میکنیم که تعامل کنیم و با یک سری گپ و گفت و سوالایی که میپرسیم مدل فکری فرد رو و اون شخصیتش رو بتونیم، به هر حال هر سنجه‌ای خطا دارد ولی تا اونجایی که میتونیم یه در واقع شناخت این فرمی از اون آدم برسیم. مخصوصا که حالا تسک دادن، من فکر میکنم شما کسی که تو موقعیت اینه که حالا داره جاهای مختلف شروع میکنه مصاحبه رفتن، قرار باشه هر کدوم به این فرد یه تسکی بدن، اصلا کی انجام بده با چه کیفیتی، در کنارش خب حالا بگیم متاسفانه خوشبختانه ابزارهایی هم هست که داره در واقع انجام دادن تسکا رو خیلی راحت میکنه و شاید خطایی که میندازه توی در واقع تشخیص ما اصلا کمتر از این که شما توی صحبت سعی کنی شخص رو خوب بشناسی نباشه. لذا معمولا من تو مصاحبهات شروع میکنم طرح مسئله کردن و از فرد میخوام که داستان سرایی داده کنه، مهارتی که شاید خیلی کم الان ما داریم میبینیم توی بچه ها، ترکیبی از شناخت بیزینس و قدرت تحلیلگری. حالا این تحلیل ممکنه صرفاً در لایه ویژوالیزیشن و تحلیل های کلی باشه یا اینکه چطور این مسئله رو اصلا حل کنیم. این چالش کلیه که من الان دارم میبینم توی بیزینس. بله بچه ها گفتن نیروی متخصص با مهارات بالا کم شده توی کشور و این چالش وجود داره، اما بالاخره ما باید با این شرایط پیش بریم. پس بهتره این که ما فضا رو بدیم با آدمای خوشفکر که میتونن حالا اون مهارت‌های دیگر رو کسب کنن. حالا توش وضعیت تیم‌ها، اینکه در چه مرحله‌ای از توسعه هستن متفاوته. شما ممکنه تو اول ایجاد یک تیم دیتایی یا فنی بگیم ترجیح بدی چند نفر اول، اون حلقه اول آدمایی باشن که نسبتاً یک تجربه‌ای داشته باشن. اما به محض اینکه دیگه حالا فضا باز میشه، این شرایط هست، چرا که نه، آدمای تالنت رو چرا نیاریم؟ فقط کاش بتونیم جوری بیاریم که لژیونر نشن. درسته. مرسی از توضیحاتتون، خیلی کامل و شامل گفتید. میخوام بدونم سازمان خانومی با این پویایی که اول صحبتم گفتم، خب قطعاً تیم‌های پویایی داره از جمله تیم دیتا ساینسش. میخوام بدونم که و خب حالا هممونم میدونیم که لبه تکنولوژی هستش، باید به روز باشیم، آپدیت باشیم و همه اینها هست. میخوام بدونم با توجه به اون فضای پویایی که دارید و حوزه کاری پویاتری که دارید، چه برنامه‌ای برای آموزش نیروهاتون دارید؟ میون صحبتاتون هم اشاره کردید که اوکی ما تالنت ها رو هم میگیریم، پرورششون میدیم. برنامه پرورشتون برای اینها چیه؟ چقدر سرمایه گذاری زمانی و مالی براشون انجام میدین؟ حالا عدد و رقم هم نگفتین، اوکیه. میخوایم فقط بدونیم که چه فرصت هایی توی سازمان خانومی هستش. واقعیت امر اینه که ما یک پلنی داریم، فرض کنید برای توسعه زیرساخت‌های دیتایی یا تک شرکت. خب اونها یک سری مهارت‌هایی لازم داره. بنابر اون ما میگیم که خب یک سری فیلدها هستن که بچه‌های تیم باید روش مسلط باشه. اگر از بین بچه‌ها خب کسی باشه که این مهارت رو نداشته باشه، ما توی برنامه ریزیمون میاریم و مستقیما اصلا در واقع با نظر مدیرش که کاملا هزینه ها
در واقع کاور میشه. اگر از سمت خودش اعلام نیازی بشود، کمک هزینه در نظر گرفته میشه. اینها یک بخش کاره. بخش دیگهش سلیقه و نظر شخصی خودم. تو شرایطی که ما فرص اجرا و رسوندن یک پروژه رو نداریم، در واقع یک مقدار زمان بازتر هستش، توی این شرایط من مثلا به عنوان ساعت کاری آموزش رو جزء تسک بچه ها میبینم و اصلا الزام داره که اون فرد ولو اینکه در لحظه ما نیاز به اون مهارت نداشته باشیم، ترجیحاً تو رودمپمون احتمالاً تا 1 سال آینده حدس میزنیم که قراره بریم سمت اون تکنولوژی. این مورد رو خارج از سازوکارهای سازمانی حتی ما توی در واقع تیم سعی میکنیم داشته باشیم و فراخور قطعاً و اینجوری در واقع اون رشد رو هم امیدواریم به وجود بیاره. بسیار سپاسگزارم. بخش سوم صحبتامون تموم شد و وارد بخش آخر و بخش 4 میشیم از نکستاک 4. توی این سگمنت قراره که راجع به تحریم ها و فرهنگ به اشتراک گذاری داده صحبت کنیم. دوباره سوال مشترک دارید هر سه عزیز. یک سری ابزار و پلتفرم‌های اشتراک داده رو حالا داریم که خارج از مرزهای ایران هستش. قطعا یک روزی شماها در یک بخش خاصی به کارتون اومده و باهاش به چالش خوردید، به مشکل خوردید. میخوایم بدونیم که با توجه به تحریم‌های نرم افزاری که وجود داره چطوری اینو هندلش کردید؟ آیا ابزار جایگزینی براش پیدا کردید؟ صرف نظر کردید؟ چجوری این قضیه رو مدیریتش کردید؟ آقای متین پور ممنون میشم. واقعا حالا سوال اولی هم که پرسیدید یه خورده مربوط به این بخش میشد، فقط من یک کوچولویی هم اونجا بگم بد نیست. حالا اگه بخوایم در سطح تخصصی این 4 مورد رو که اشاره کردیم، مهندسی داده، تحلیل داده، دیتا ساینس و ای آی اشاره بکنیم، در بعد تخصصی این ابزاراشون واقعا فرق میکنه. ولی اگه در سطح عمومی نگاه بکنیم، بله میتونن کار همدیگر انجام بدن، کاور بکنن. حالا اگه حجم دیتامون خیلی به شدت استریمی زیاد بشه، یه سری ابزارهای اسکیوئلی که سمت تحلیل ما ازشون استفاده میکنیم جوابگو نخواهند. خب یعنی اینا در سطح عمومی هن. ولی اگه بخوایم در سطح تخصصی نگاه کنیم، خب ابزارهای خاص خودشونو دارن. عمدتاً در کشور ما و شرکت‌های هایتک که حالا من خودم افتخار همکاری داشتم، این رو جستینوژن، های وب، حالا برندایی که بودم خوشنام، به سمت اوپن سورسه. یعنی ابزارها عمدتاً به سمت اینه که ما البته تو ای آی که دیگه الان یه خورده اوپن سورس هم هست دیگه، ولی بیشتر زیر ساختا اگه خیلی حجمش داره بزرگتر میشه، بعد مهندسی با خودش میگیره، از اون حالت خیلی فضای کوچیک و بسته خارج میشه. یعنی شما دیگه نمیتونید مثلا با یه ابزار همه کارهاتون رو هندل بکنید و اون مخاطباتون هم که احتمالاً این رو میبینم بعداً، حالا بحث اون من باز تاکید میکنم، حالا اون بحث هر کدوم از این فیلدها اگه میخوام به صورت تخصصی ورود بکنن، قطعاً به این ابزارها هم خیلی توجه داشته باشن. در کنار این مفاهیم باید به این موارد هم توجه داشته باشن. و در بحث خود تخصصام، حالا اگه من بخوام مواردم بگم، خود کفه رو اگه من به سمت جذب نیرو به سمتی میبینم که علوم پایه قوی داشته باشه. یعنی این خیلی ادپتیبیلیتیش خیلی بالا خواهد بود که سویچ بکنه یا آرندی بکنه و رویکردهای نوین رو بیاره و تو کار ازشون استفاده بکنه. متشکرم. آقای فیروزی. بحث تحریما که همیشه وجود داشته. ما خب تجربه استفاده از ابزارهایی داشتیم، حالا با واسطه مجبور شدیم لایسنس تهیه کنیم. یعنی ما تحریم بودیم، نمیتونستیم لایسنس داشته باشیم، ولی خب یه سری ها هستن همیشه یه کارایی رو راه میندازن دیگه. مجبور، مثلا نرم افزار من یادمه تابلو رو ما سال 97 که داشتیم استفاده میکردیم نمیتونستیم لایسنسش رو داشته باشیم، ولی خب یه خیر ایرانی زحمت کشیده بود، اومده بود یه سروری برای خودش اینجا راه انداخته بود و سرویس میداد، میگفت لایسنسش رو من بهتون میدم، حالا با هزینه کمتر. آره خب بالاخره ببین توی حوزه تک ما باید کارمون راه بیفته به هر نحوی. درست. یعنی
حالا ما الزام داشتیم استفاده از اون تکنولوژی، درسته محصولات مشابهی هم بود، ولی به هر نحوی هست حالا یا باید تحریما رو دور بزنیم یا باید از محصولات مشابه استفاده کنیم که الان ما خودمون الان تو سازمانمون از پاور بی آی استفاده میکنیم، حالا به جای اون تابلو که نمیتونیم استفاده کنیم. یا مثلا البته این تحریما برعکس هم هست، یعنی یه وقتایی ما از داخل محدود میشیم، یه وقتایی از خارج محدود میشیم. فقط فرمولشو نگید، باز اینم میبندن. خب خلاصه که الان تنوع تکنولوژی ها خیلی زیاد شده و خیلی به خوبی اشاره کردن که اکثرا دارن میرن به سمت اوپن سورس شدن و استفاده همگانی و این محدودیت ها کمتر شده. یه موقع تکنولوژی خیلی خاصه و انحصاری در اختیار یه شرکت اون بله، ولی عموما ابزارهایی که تو حوزه حالا ما مهندسی داده و دانشمند داده و تحلیلگر داده داره استفاده میکنه، از این دست مشکلات کمتر داره. جناب گلدسته نظر شما رو هم بدونیم. واقعا راهکارا رو گفتن، چون راهکارا بخوام دیتیل صحبت کنیم که شما هم سراغ خیرها میریم. نه ما بیشتر واقعیتش اینه که اوپن سورس سولوشنی بوده که توی این فضا داشتیم. بحث در واقع استفاده از سیستم های سرویس های ابری هم که معمولا توی ایران شرکت ها حتی خیلی هاشون از سیستم های ابری داخل کشور هم خیلی علاقه ندارن استفاده کنن. خیلی از شرکت ها و سازمان ها در واقع ترجیحشون اینه که دیتا سنتر خودشونو داشته باشن. درست یا غلط خیلی جای بحث داره، ولی معمولا داره این اتفاق میفته. پس چه حالا تو حوزه سرویس های دیتایی، نگهداری دیتا در واقع، چه حالا اون بحث پردازش ها، معمولا اینجوریه که لوکال خودمون همه چی رو بسازیم. چیزی بوده که اتفاق افتاده توی کشور. درسته. خیلی متشکرم. دوباره یک سوال مشترک از هر سه عزیز میپرسم. ما این رو از میهمانانمون در پایان میپرسیم در رابطه با به اشتراک گذاری داده هایی که توی سازمانتون محرمانگی ندارن. پاسخهای کوتاه بدید، اصلا نیاز به توضیحات بلند نیستش. به هر حال هر سازمانی قوانین خاص خودش رو داره. جناب آقای متین پور، آیا بیت 24 حاضر هستش که یک سری از داده هاش رو که محرمانگی ندارن بیاد با یک سری سازمان ها یا حتی دانشگاه ها به اشتراک بگذاره، بلی یا خیر؟ والا واقعیتش مگه بخوام این پاسخ شما رو بگم حالا بله خیر بگم، یه بار منفی و مثبت خواهد داشت. ما چراش هم میپرسیم. دقیقاً حالا میخوام همینو بگم. شاید میشه خود کسب کارها رو شناسنامه‌هاشون رو همون تو دیتا دنبالش گشت. یعنی عملاً واقعا بیومتریکشون همونه. از دانش شما ممکنه به دیتا نرسید، ولی از دیتا به دانش میرسید و موارد دیگه. حتی هر اکشنی که شما تو فضا انجام میدید، هر بهینه‌سازی که انجام میدید، انعکاسش تو دیتا هست. و جایی که حالا بحث نفع باشه، نفع باشن، خب طبیعتاً این توجیهی نداره بیان این رو ریلیز بکنن. اما در کل سولوشنی که من فکر میکنم اگر بسترش فراهم بشه، فکر میکنم اونم باز یه سولوشن کلانه، خیلی جزئی نیست. بسترش فراهم بشه که به سمت بهینگی حرکت بکنیم. یعنی چی؟ کل کشور. یعنی الان یه سری بوروکراسی داره، یه سری چالشایی داره ایجاد میکنه. خب یعنی همین الان خود رمز ارزها دو تا مشکل رو حل کردن. یه بحث ارز دیجیتال، خب طبیعتا اینو داریم، الان بانک داره با واسطین رو به ما میده. بحث دوبل اسپندینگ بود که خب خود این بانک هم رفت کنار، یعنی اون واسطه، اون لیتنسی رفت کنار. خب این اگه در بعد کلان کشور ما نگاه بکنیم، چه هزینه‌ای داره به کشور تحمیل میکنه در قبال این خدمات؟ شاید در گذشته سولوشن ناگزیری بود، ولی الان یه سولوشن شاید در قبال این چیزی که بشر دست پیدا کرده، خب دنیا هم داره به سمتش میره، این دیگه قابل پذیرش نیست و داره هزینه ایجاد میکنه. شاید فقط فرهنگ رو هم داره دچار چالش میکنه. خب از حالت چابکی و بزرگتر شدن اقتصاد جلوگیری میکنه و در این زمینه من فکر میکنم که همون یه سری اصلاحات کلان مدیریتی، حالا این هم این بحث من، حالا شاید یه
بحث خیلی سیاسی یا حاکمیتی فلان نیست. این یه بازطراحی توی اداره است که استفاده از ظرفیت فناوریه. خب خود همین بلاکچین رو هم اگه ما داریم می‌بینیم، اگر بتونیم، دوستانم زمینه مالی بیشتر دارن، تو این زمینه هم تجربه خیلی طولانی دارن، میدونن که ما از اون ظرفیت استفاده بکنیم توی بحث چابک شدن کل کشور چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی ما رو امکان این که خود حالا کشور ما بره به سمتی که اقتصادش رو بزرگ بکنه، به سمت این که بتونه حالا تو فناوری‌های دیگه الگو بشه، قطعا این رو هم فراهم خواهد کرد. وگرنه تو دنیای امروزی خب حالا همینطوری با این سبک کنونی خب که داری کار میکنه پیش بریم، قطعا در آینده جوابگو نخواهد بود. حالا یه عزیزی من دیدم گفتن که توی دوران کرونا 70% کارمندا رفتن خونه هاشون، آب توش لنگا بود، برق تو سیما بود. این حاصل کار چند دهه بود که آماده بود، بشر تو اون تایم ازش استفاده کرد. ولی اگه خب اون اگه سبک سنتی پیش می‌رفتیم، خب این اطلاعات رسانی صورت نمی‌گرفت یا این امکانه تو اون چندین سال صورت نمی‌گرفت، خب تو اون بره ما نمیتونستیم اونطوری ملت رو ایمنشون حفظ کنیم، حالا تو این بستر سلامت نگرشون داریم. خب یعنی تو حالا من شاید این بخشش داره میره به سمت اینه که تو فضای طبیعت دیگه ما هم دقیقاً باید تو ترند دنیا، حالا هم یه بخشش که میگم حالا توی یه سری حالا هر کشوری برای خودش که الگویی هست تو اون بستر، ما دیگه میگم حالا تو اون بازار من فکر می‌کنم به لازم مالی هم توجیهی نداره ما بریم، اما اگه این جایگزینا رو، این فناوری‌ها رو به کار نگیریم، قطعاً سرعت اقتصادمون کند خواهد شد. ولو این که حالا شاید استعمار هم دیگه الان شکل دیگه‌ای داره دیگه، الان فناوری که خب طبیعتاً الان کل داره فقط از یه سمتی داره دیکته میشه. خب این مواردیه که حالا یه چالشاییه که من خودم احساس میکنم که این فناوری‌ها رو سریعتر بشه اینا رو استفاده. ممنونم از شما جناب فیروزی. سازمان شما بالاخره به نمایندگی از تیم دیتای ایرانکارت تشریف آوردید، ما در خدمتتون هستیم. سازمان شما حاضر هستش که یک سری از داده هایی که محرمانگی نداره رو به اشتراک بگذاره؟ ببینید قبلا عرض کردم خدمتتون، ما که میگم یعنی ایرانکارت، یعنی شرکت ارتباط فردا، ما توی ساختار بانکی داریم فعالیت میکنیم و کلاً صنعت بانکی دیتاش محرمانه است. یعنی به اشتراک گذاری دیتا، ما حتی مسئله‌ای که داریم روی دیتای خودمون این که یک یک یوزر، یک اند یوزر بتونه این فیلد رو، یعنی تا ریزدانگی فیلد ما پایین میریم، این فیلد رو بتونه ببینه یا نبینه هم برامون محرمانه است و اهمیت داره، چون داده مالی مردمه، یعنی تراکنش ها، موجودی ها و رفتار مالی مردم خیلی واقعا محرمانه است. نه امکان اشتراک گذاری. مرسی. آقای گلدسته، شما سازمانتون بالاخره یک سری داده داره که غیر محرمانه است. حالا اساساً مدیر عامل نه مدیر عامل شرکت معمولاً توی حالا گفتگوها و مراسم‌های مختلف اومده اعدادی رو اعلام کرده، ایشون در سطحی از اطلاعات حساسیتی ندارن و تا اون سطح رو اصلاً اعلام میکنن. همیشه هم اینجوری بوده. پس خانومی دست و دل بازتره. بله اصلا چون من حالا یه تجربه شخصی دارم، حالا شاید نظر شخصی من سمت همین قصه باشه. یک شرکت آمریکایی باش همکاری میکردیم چند سال پیش، خیلی راحت اطلاعات روز خط تولید شرکت دل آمریکا برای ما میفرستن و بدون هیچ نگرانی، حساسیتی، چون شما اون دیتا رو داشته باشید. نه من قبول ندارم که به تمام اون قابلیت ها میرسی. شما اون دیتا رو داشته باشید شرکت دل نمیشی. یه بخشی از این البته برمیگرده به قوانین حاکمیتی. وقتی قوانین همه رو در واقع ملزم کنه به شفافیت، فضا عوض میشه. فرهنگ جا اصلا میفته. دیگه
وارد یک بازی دیگری میشویم دیگه. حساسیت روی یک سری از جزئیات، همیشه ما به هر حال سطحی از محرمانگی و اون مخصوصا حریم شخصی رو در دیتا داریم، ولی واقعیتش اینه که میتونه فضا خیلی بازتر باشه. نهایتا سرجمش فکر میکنم منفعتش برای هم است. قطعا همینطوره. باز هم در پایان سپاسگزارم از هر سه عزیز. ممنون که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتین، از تجربیات بسیار مهم و ارزشمندتون برای ما گفتین. به پایان نکست تاک 4 رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردین. تا نکست تاک بعدی، خدا نگهدار.